سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان و همراهان پکیج آموزشی راکی گلد. احمدی هستم، کارشناس تیم راکی گلد. در خدمتتون هستیم با فصل 3، فصل جواهرات. در قسمت اول با تفاوت بین الماس و بریلیان آشنا میشیم. خیلی از مردم فکر میکنن که الماس با بریلیان متفاوت هستش. فکر میکنن که الماس یک سنگ قیمتیه و بریلیان یک سنگ قیمتی دیگری هستش، در صورتی که در اصل بریلیان یک نوع تراشی هستش که برای الماس در نظر گرفته میشه. معمولا محبوب ترین تراش هستش و تراشی هستش که سعی میکنن توی اون بیشترین نما و جلوه های بصری الماس رو نمایان کنن. ما برش های مختلفی داریم، برش های مشهور الماس که همونجور که عرض کردم معروف ترینشون همون بریلیان و برش مارکیز داریم و برش باگت یا معروف ترین برش اون هم زمردی هستش. برش اشکو داریم، برش قلب و برش تخم مرغی شکل. برای هر کدوم روی فیلم توضیح خواهیم داد، همینجور که شما عکسش هم میبینید میتونین بشناسین هر کدوم از این برش ها رو. باز هم روی فیلم به صورت کاملتر و با برش های بیشتر شما را آشنا خواهیم کرد. بریم سراغ فیلم و فیلم رو پلی کنیم. اول عرض کنم خدمتتون بعضی جاها نیاز از من این فیلم استاپ بدم، به خاطر اینکه توضیحات یک مقدار بیشتر از زمانی است که برای هر برش روی این فیلم گذاشته شده. برای همین بعضی جا من این فیلم استاپ میدم و توضیحات لازم عرض میکنم. خب اول از همه برش راند رو داریم. برش راند خدمتتون عرض کنم یک برشی هستش که نزدیک 75% الماس‌های فروخته شده رو شامل میشه. 58 سطح برش داره، بین تاج، کمر، پایه تقسیم شده. این نوع الماس همون بریلیان معروف هستش. بریم به سراغ پرنسس کات. از طرح چارگوش مربعی یا مستطیلی تشکیل میشه. جدید این مقدار اغلب روی پایه‌های تکنگین استفاده میشه. معمولا برای حلقه‌های نامزدی میشه استفاده کرد و مناسب برای دستان و انگشتان بلند هستش. اشرکات داریم. اشرکات یک برش مربعی چارگوشه، همونجوری که توی تصویر هم میتونیم ببینینش. 58 وجه بلند داره، شبیه به تراش زمردی هستش. این هم همون تراش زمردی یا امرالد هستش که خیلی ها باهاش آشنایی دارن. روی سنگ زمرد خیلی استفاده میشه این تراش مستطیلیه با گوشهای بریده شده، یه جورای پلکانی به نظر میرسه، حتی به تراش پلکانی هم معروفه. صفحات متعدل مرکزی داره که به صورت پلکانی از پایین به بالا صفحات یکی یکی کوچیک‌تر میشه. تو این برش معمولا عیوب سنگ بیشتر نمایان میشه، مخصوصا اگر سنگ نامرغوب باشه بیشتر عیوبش میشه ببینیم. خب کوشن کات رو داریم. کوشن کات یکی از معروف ترین برش ها توی قرن گذشته بوده. نام دیگر اونم پیلوت کات، مربع شکل و گوشهای گردی داره و همچنین باعث وضوح ناخالصی الماس هم میشه. رادیانت کات، این برش یه مقدار شبیه به زمرد به نظر میرسه، به صورت مربع یا مستطیل هستش. یه جورایی میشه گفت تلفیقی از شکوه طرح زمردی با درخشش حالا برش‌های دیگه الماس مثل الماس گرد هستش. خیلی قشنگ و جذاب هستش برای کسایی که طرح زمردی دوست دارن ولی میخوان عیوب طلاشون کمتر مشخص باشه. مارکیز کات مدلیه کشیده است ولی انتهای زاویه دار داره. معمولا به صورت تکنگین استفاده میشه یا اینکه اغلب اطراف اون رو میتونن با نگین‌هایی بپوشونن و احاطه کنن.
حالا اووال رو میبینیم. اووال کات که همون بیزی شکل هستش. این برای دستای خدمتتون عرض کنم که معمولا دستای کوتاه خیلی استفاده میشه، انگشتای کوتاه. اگر از اووال کات استفاده بشه دست بزرگتر به نظر میرسه، انگشتان کشیده تر به نظر میرسن، کاملا متقارن هستش همونجوری که توی تصویر میبینید. خب بریم برش بعدی رو ببینیم. پیور کات هم برش اشک تلفیقی از مارکیز کات و اووال کات هستش، یعنی یه سر اووال داره یه سر مارکیز داره. و معمولا برای دستا با انگشتان کوتاه استفاده میشه یا متوسط، نمای خاصی روی انگشتان داره، دستو بزرگتر نشون میده. خب بریم بعدی رو ببینیم. برش بعدی برش هارت هم برش فوق العاده زیباست. میبینی که با چندین پایه احاطه شده به دلیل اینکه امکان داره روی پایه های کمتر مثل 2 پایه یا 3 پایه در صورت ضربه خیلی کوچیک یا بشکنه یا اینکه از جاش در بیاد و بیفته. بهتره که از چندین پایه استفاده بشه برای مهار این الماسی با برش هارت، با برش قلب. یک جور نمادی از عشق، به شکل گلابیه ولی خب در بالاش یه شکافی هستش که اونو شبیه به قلب